در شهر خوجند یکی از کوچه ها را به نام اشتراکچی جنگ بزرگی وطنی گذاشتند. این کوچه در محله سیحون جایگیر می باشد. مراسم نامگذاری با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند و فرزندان و پیوندان قادر رحیموف برگزار کرده شد. تاکید کرده شد که نامگذاری کوچه مذکور با قرار مجلس وکیلان خلق شهر خوجند تحت رقم 337 تصدیق گردیده است که کوچه مذکور به نام قادر رحیموف گذاشته شود. هدفش ارج گذاشتن به خدمت‌های این مرد نجیب می باشد که برابر اشتراکچی جنگ بزرگی وطنی بودن برای تربیت صدها نفر سهم ارزنده گذاشته است. هر خلق و ملت با بزرگان و ابرمردان خود افتخار و سربلندی دارند. قدرشناسی نمودن خدمت‌های شایان خادمان برجسته دولتی و جمعیتی، اربابان نمایان علم و فرهنگ، زیایان پیشقدم، عموما شخصیت‌های خیرپیشه و به درجه سیاست دولتی برآوردن آنها یکی از پدیده‌های دوران استقلالیت نتیجه سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد. زندگی نامه هر یک شخصیت‌های معروف تاجیکستان یک مکتب تجربه حیات می باشد. آموزش و حیات فعالیت آنها در تربیت احساس نجیب وطن دوستی، صداقت و خدمت به وطن و به خودشناسی ملی ضرور است. معاون رئیس شهر خوجند فیروزه نورالله‌زاده هنگام سخنرانی‌اش تاکید نمود که پاس داشتن خاطره خادمان علم، معارف، فرهنگ و محافظان وطن به حکم عنعنه درآمده است. با این عمل نام نیک محافظان وطن تا ابد زنده نگاه داشته می شود و نسل آینده از خدمت‌های شایان آن کس با خبر خواهد شد. ولی برای جوانانی که اینجا ایستاده اند این گونه چاره‌بینی یک مکتب مردانگی، یک مکتب خودشناسی، یک مکتب دوست داشتن وطن، دوست داشتن زندگی است. قادر رحیموف وقتی که در سن و سال شما بودن، وقتی که از اون سوی دریا به این طرف می نگریستند، در همین موضع و اطراف اینجا چی بود؟ در سن و سال شما در اینجا هیچ چیز نبود. اینجا دشت بود، دشتی سوزان بود. در سن و سال شما وقتی که آمدند و عریضه نوشتند برای حمایه وطن رفتند، در دلشان محبت به زندگی بود. در روز رسما نامگذاری شدن کوچه به نام قادر رحیموف دوستان و پیوندان از قهرمانی‌هایش یاد کردند. گفته شد که قادر رحیموف بجز از اشتراکچی جنگ بزرگی وطن بودنش دارنده اردن درجه یکم، نشان مارشال ژوکوف، گیرنده نفقه دو دولت تاجیکستان و فرانسه بودند. آن کس سال 1924 در شهر لیلین‌آباد، حاضر شهر خوجند، به دنیا آمدند. این غلبه، این تامین امنیت و آسانی به دست نآمده است. انا همین گونه ابرمردان این را به دست آوردند. قربانی های زیادی داده شد، جراحت های زیادی گرفته شد، شهرهای بسیاری ویران شد برای آن که ما آزادانه از این فضای استفاده برای از فضای آزاد. همراهی قبلگاه عزیزم عبدالقادر عمک این روزها و همه جا رفته در واقعی های اشتراک میکردند، با مردم وام میخوردند. آنها سابقه داران جنگ بودند، بعد آنها را از طرف حکومت شهر و ولایت تکلیف کرده ایستاده باز به قدر شناسی میکردند، همراه بودند. این روز همراهی ما نیستند، روح و ارواحشان همراهی ما هستند. اکنون ما باید این کوچه زیبایمان را باز تازه آزاده، باز بهتر و خوبتر نگاه داشتن ما در کار. قادر رحیموف در جنگ خانمانساز قهرمانی‌های زیاد نشان داده است. وی اعضای شورای کمیته شوروی جنگاوران مقابلیت حرکت فرانسوی بود. در سالهای بعد جنگ باشد با اردن درجه یکم، نشان ژوکوف و 7 مرتبه با نشانه‌های جشنی قدردانی گردیده است. در حق او کتاب با نام جنگاور مقابلیت حرکت فرانسه انتشار گردیده است. فرزندانش امروز از خدمت‌های پدر حرف زده به نیکی یاد می‌آورند. بسیار انسانی بزرگ بودن، حیات استای دل مشکلی هاش دیده، فرزندای همش نه تنها
خانواده شو تا با محله یارو دوستای تربیت کردگی همین اولش حلال کار کردن کار نترسیدن حیات به راست بودن یک اویلی نقص تشکیل کرده جمعیت به فایده رساندن به همین حیات به یک نشانی نقص مونده رفتن به همون باید تربیت زیبا بسیار زیباگی تازگی دوست می داشتن حالا پاکیزگی دوست می داشتن من یگان کسی دلش نمیره انجام داد بیهوده یگان کسی خصوصا همین زنهای حرمتشون بلند بود مادر به اویله و اون زنها به گل دوست می داشتن طبیعتی زیبای دوست می داشتن حیات عموما همین فقط زیباگی که گذراندن دوست می داشتن لیکن مهنت کردی همش هم تو نمیشد که خودش با مهنت سال 1990 با تشبث فرزندان و کمیته اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی در حوله قادی رحیموف آثارخانه تشکیل کرده شده است. در آثارخانه شماره زیادی نگاره ها، رسم های اویلوی، دوستان حربی اتریدی پارتیزانی فرانسه گرد آورده شده است که از تاریخ نه چندان دور برای امروز و فردا نشانه باقی مانده است. باید قید کرد که قادی رحیموف یگانه شهروند آسیای میانه می باشد که نفقه گیرنده دو کرته و نفقه حربی سابقه‌دار فرانسه می باشد. این جنگاور تاجیک پس از ادای وظیفه جوانمردیش و قهرمانی‌های شایانش به وطن برگشته سالها در تربیت نسل نو سهم گذاشته است. در سن 81 سالگی این دنیا را پدرود گفته است، اما پاس خاطره او همیشه در قلب‌ها باقی می‌ماند. گزارش مفتونشکور و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.